برسیسای عابد رو هممون شنیدیم. آقا این آدم جزو علمای بنی اسرائیل بود، مستجاب الدعوه بود، یعنی دست بلند میکرد به دعا، دعاش مستجاب میشد. دختر زیباروی پادشاه وقت نابینا شد. پادشاه گفت ببرید برسیسا دعا کنه. آوردن پیش برسیسای عابد. شیطان تجسم پیدا کرد. به برسیسا گفت چه عجله ایه؟ بگو برادراش دخترا رو بذارن خودشون برن، فردا صبح بیان ببرنش. خطوات شیطان رو ببینید. خطوه یعنی گام، خطوات یعنی گام ها. شیطان قدم به قدم. گام اولی که به برسیسا گفت این بود، گفت به برادراش بگو بذارن برن. یه شبانه روز کار میبره. گذاشتن رفتن. وقتی رفتن شیطان گام دوم رو برداشت، اغوا کرد. اون کاری که نباید اتفاق افتاد. بعد شیطان گفت خب تو الان میخوای چه غلطی بکنی؟ این دختر فردا برادرش بیان دنبالش، به برادرش میگه تو چه غلطی کردی؟ میگه خب چیکار کنم؟ میگه بکشش. برسیسا زد کشت. گفت حالا کشتیش کجا میخوای دفنش کنی؟ میگه چه میدونم. میگه هر جا دفنش کنی پیداش میکنن. گفت کجا دفنش کنی؟ گفت زیر پای خودت. این پوست تختی که زیر پاش بود کنار زد، چند همونجا دفنش کرد. گفت اونم بذار گفت اینجا رو که نمیگردن زیر پای تو رو، برن هر جا میگن بگردن. همین کارو کرد. بعد گفت خب برادرش اومدن چی بگم؟ گفت بهشون بگو خوب شد خودش رفت، چشاش بینا شد رفت. من چه میدونم کجا رفت. اینقدر بهش اعتماد داشتن که پسرای پادشاه برادرای این دختر آمدن گفتن آ ما اومدیم دنبال خواهرمون. گفت چش خوش کو دست در نکن پس ما میریم. تو راه که داشتن میرفتن شیطان اون کار اصلیه رو انجام داد. رفت تو راه اینها مثل پیرمردی تجسد پیدا کرد. گفت کجا میرید؟ میدونید این چه بلایی سر خواهر شما آورده؟ قصه رو کامل نقل میکنه. اونها هم عصبانی برمیگردن، حتی جای دفن دخترا هم بهشون میگه. اون هاشا میکنه، اول میگه پاشو زیر پاتو بکنیم. پیدا میکنن پیکر دختر پادشاه رو. بعد برسیسا رو میبرن برای اعدام. آقا یه آدمی که 300 سال عبادت کرده مستجاب الدعوه شده دیگه. فقط زل اقدام الفحول. میبرنش برای اعدام. طناب دار دور گردن برسیساست. شیطان میاد میگه خب میخوای نجاتت بدم؟ آخرین گامی که شیطان برمیداره چیه؟ میگه خب فحشا که کرده، قتل که کرده، الانم که داره اعدام میشه، یه چی مونده ازش بگیرم اونم ایمانشه. گفت چیکار کنم؟ گفت میخوای من یه کاری کنم اینا ولت کنن آزاد بشی؟ من میتونم این کارو بکنم. گفت آره. گفت به من سجده کن. گفت طناب دار دور گردنمه، چجوری سجده کنم؟ گفت تو یه پلک بزن، من این پلک رو سجده حساب میکنم. برسیسا پلک زد، شیطان خودش 4 پایه رو زد، ایمانش هم رفت. اینا میگن خطوات شیطان. گام به گام، قدم به قدم، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه یه سناریو میچینه چطور تو رو بکشه این طرف. اینا میگن خطوات شیطان. مگر خدا به آدم رحم کنه؟